CO2 اون معجزه‌ای که شما فکر میکنید نیست. هر چیزی که تو اینستاگرام میبینید واقعی نیست. کیس عزیزمون 2 سال پیش به مدت 1 سال پیش من فیشال می اومدن و همیشه مراقبت ها و روتین های پوستیشون رو به بهترین شکل داشتن و یک پوست بسیار سالم و شفاف داشتن. اما به واسطه همین تبلیغات اینستاگرامی تصمیم گرفتن که لیزر CO2 فرکشنال انجام بدن. با توجه به اون چیزی که از قبل توی ذهنشون بود، این که یک درمانی که فقط 10 روز زمان میبره و خیلی سریع نتیجه میده و معجزه میکنه، اما اصلا این نبود. لیزر CO2 در ابتدا کاری که با پوست شما میکنه حالت زخم، تاول و التهاب. اما داستان همینجا تموم نمیشه. بعد از گذشت چند روز زخم و خونریزی خودش رو نشون میده. دقیقا حالتی که شاید خیلی بگن طبیعی، نرمال روندشه، با اینکه اصلا چنین چیزی برای پوست نرمال نیست. عزیزمون چون خودشون از قبل آگاهی و شناخت نسبت به پوست داشتن، شروع میکنن پزشکای مختلف میرن، درمانهای مختلف رو انجام میدن، قرصهایی مثل کورتون یا حتی بخیلی از پزشکان راکوتان بهشون معرفی کرده بودن که حالا خوشبختانه نخوردن و پوستشون بیشتر آسیب ندید. با هزینه‌های بسیار زیاد و قرصهای بسیار پرعوارض میتونن پوستشون رو تا این حد برسونن که فقط لکش بمونه. اما این لک ها باز هم بدتر میشه و اسکارها هم دیگه خودشون رو نشون میده. بعد از 2 سال زمان، هزینه، درد و اذیتی که شده بودن، تصمیم میگیرن به خارج از ایران برن و توسط یک پزشک آلمانی ویزیت بشن و اونجا اون پزشک بهشون میگه اصلا برای چی این کار رو شما انجام دادین؟ این لیزر CO2 فرکشنال برای سن شما نیست، برای افراد 80 سال به بالایی که پوستشون بسیار نابوده. برای چی توی ایران این کار رو برای زیبایی انجام میدن؟ و اگر شانس بیاری بتونیم با یک سری کرم های حالا خاص این پوست رو برگردونیم. اما خدا رو شکر به واسطه اون پزشک به هر حال پوست به حالت قبل برمیگرده، اما با چه هزینه‌ای و چه سختی‌هایی. اگر هم 1% به یک دلیلی پوستتون خیلی آسیب دیده و واقعا باید انجام بدین، خیلی در موردش تحقیق بکنید. اصلا یک درمان 1 ماه یا 2 ماهه نیست. شما برای 1 سال برای مراقبت از پوستتون به صورت تخصصی بعدش زمان بذارید.